موضوعی که حالا شما تماشا میکنید این قسم دومی موضوع گذشته است. شخصانی که قسم یکم را ندیدند به سیلکی در زیر ویدیو بوده زیر کرده تماشا کنید. وقتی که اصحاب کهف به داخل غار در آمده خواب رفتند، سالهای زیادی از بین گذشت. بعد از چند مدت سربازان دقیانوس از آن غاری که اصحاب کهف پنهان شده بودند خبر یافتند و به پادشاه خود نیز خبر دادند. دقیانوس با شنیدن این خبر مهم خوشحال گشت. او با همراهی سربازان خود و مردم شهر به سوی غار رفتند. از سبب در بلندی کوه جایگیر شدن غار، آنها در پایان کوه ایستادند و یک قسم سربازان را به درون غار روان کردند. هنگامی که سربازان به درون غار درآمدند، آنها را ترس و وحشت زیادی فرا گرفت. آنها دقیانوس را خبر دادند که به درون غار درآمدن غیر امکان می باشد. اما دقیانوس ظالم و ستمگر به حرفهای سربازان گوش نکرده به داخل غار درآمد و او نیز وحشت زده شده بیرون آمد. گوش اندازید که خداوند در این خصوص چی گفته است. و تحسبهم ایقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. خلاصه آنها به داخل غار در آمده نتوانستند. دقیانوس ظالم به این قانع نشده سربازان خود را بیرون از غار گذاشت تا اینکه کسی به آنها طعام نبرد و آنها نیز بیرون برآمده نتوانند. از میان چند ماه گذشت. سربازان به شهر برگشتند. دقیانوس باشد فرمان داد که نامهای آن جوانان را در لوح از سنگ نویسند تا اینکه برای دیگر مردم درس عبرت باشد. با گذشت سالها دقیانوس و سربازانش از دنیا گذشتند. پادشاه جدید و مردم جدید آمدند. آنها نیز از دنیا گذشتند و همین طور رفت و آمد دوام کرد تا آن زمانی که پادشاه یکتاپرست به سر قدرت آمد. از وقت خواب اصحاب کهف تا زمان پادشاه جدیدی که یکتاپرست بود 300 سال گذشت. خداوند میگوید ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. عادتاً غارها در جایی هستند که نور آفتاب به درون آن نمی رسد، ولی غاری که اصحاب کهف در آن بودند چنین نبود. خداوند میگوید و ترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. و باز درباره اصحاب خیستن آنها خداوند چنین گفته است وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. چگونه ای که پیشتر گفتیم آنها در زمان دقیانوس خواب رفتند، اما آنگاه که بیدار شدند پادشاه دیگری بود. پادشاه و مردمش بر دین مسیحی بودند، مگر اندکی که آنها تا کنون بت پرستی را دوام می دادند. یکی از جوانان که برای خریدن طعام رفت تعجب کرد. وقتی که شهر را دید او گفت اصلا در نزد این غار شهر نبود. فکر کرد که این شهری دیگر می باشد یا اینکه همان شهر را وسیع کردند. او به آدمان می نگریست ولی کسی را نقرگین خوشحال گشت و او گمان کرد که این جوان خزینه ای را یافته است و تنها یک تای آن را به اینجا آورده است. فروشنده از او پرسید این تنگه را از کجا یافتی و آن خزینه در کجاست؟ آن جوان که یلمی خانم داشت گفت این تنگه مال خودم است. آنها باور نکردند و به سربازان شهر خبر دادند. بعد از این
یلمیخا فهمید که اثر از دقیانوس ظالم و سربازان او نمانده است و این مردم خلق جدید و یکتاپرست می باشند. وقتی که او را به نزد شاه بردند، شاه از او پرسید: بگو این تنگه را از کجا یافتی؟ یلمیخا گفت: این تنگه مال خودم است. تال کرد. آنها نیز با شنیدن این معجزه الهی که 300 سال آنها را در خواب زنده نگاه داشته است خوشحال شدند. اصحاب کهف به بیرون برآمده با مردم واخوری کردند، اما مردمی که بعد آمدند نتوانستند که آنها را ملاقات کنند، چون که آنها به نزد پروردگار خیش رفتند و برای همیشگی دنیا را ترک کرده بودند. با فرمان پادشاه آنها را در همان غار گرانیدند و جای درآمد غار را بستند. بتپرستان گفتند که ما اینجا معبد برای خود می‌سازیم و یا اینکه مهمانخانه، تا اینکه مردم بعدی برای زیارت آمده در اینجا استراحت کنند. اما پادشاه که موحد بود و این راضی نشد. او گفت: در این جای مسجدی می‌سازیم تا اینکه مردم خدا را عبادت کنند. خداوند میگوید: و كذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعة لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. اینجا سؤالی به میان می آید که اصحاب کهف چند نفر بودند. جواب این را خداوند خود گفته است: سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. دوستان عزیز، اگر همین ویدیو به شما مخول شده باشد، پس آبونه شدن و لایک ماندن را فراموش نکنید. خیر تا ویدیوی نوبتی، در پناه خدا باشید.